سلام رفقا، چه خبر؟ حالتون چطوره؟ آقا اومدیم با یه قسمت دیگه از نگاه نخست و بازی دارک سولز رو میخوایم گیم پلیش رو روی نینتندو سویچ بریم. اما قبلش یه صحبت کوچیکی دارم. سعی میکنم اول ویدیو هام از این به بعد کسانی که حامی من هستن و منت سر بنده میذارن و لطف میکنن اسماشون رو براتون میخونم. آقای میلاد معظمی گودرزی یکی از دوستان هستن، آقا یونس یکی دیگه از دوستایی هستن که دونیت کردن، یه درخواست دوبله جی تی ای رو داشتن که من توی بله بهشون پاسخ دادم و گفتم از کانال تلگرام میتونن دانلود کنن. و آقای امیر رضای گل که ایشون هم درخواستشون همین ویدیویی که الان دارین مشاهده میکنین. پس بدون معطلی میریم سراغ گیم پلی بازی دارک سولز. یه درخواستم دارم از شما دوستان عزیز، اگر زیرنویس فارسی این بازی رو برای نسخه پیسی شو دارید برای من بفرستید تا ببینم میتونم تبدیلش کنم برای نسخه سویچ. در ضمن توی سایتمون زیرنویس فارسی زلارم قرار دادیم، اگر دوست داشتید میتونید دانلود کنید و اون بازی فوق‌العاده رو با زیرنویس فارسی تجربه کنید. اینجا باید اسم انتخاب کنیم. اموشی خب اوکی. این ای و بیش برعکسه، چرا تو بازی اینجا؟ عجیبه. واریور اینا رو سریع انتخاب کنیم. استارت. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons.
Odin's mighty bolts peeled apart western skies. The witches weaved great firestorms. Leto unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. چه اجدهای Thus بیریختی. began the age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. بازی خطرناک و دارکیه. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. این سرنوشت توه. شروع شد. فیس ما بچه رو اینطوریه. دانجن که آموزشی نداره. اوپن. کامرا کنترل با آر. بله. این رو زمین نوشته. رید مسیج. ها رو نگهداری اتش میزنه. با اون نسل شمشیر. چسبید به پامون. ولمون کن. زد آ رو نگه داریم. استرانگ اتک. بله. ای رو نگه داریم. برمیگرد. اینجوری هم که قل میخوره. خب ها رو فشار بدیم. تارگت
پس چرا انجام نمیشه؟ بریم جلو. آها خوبه، فعلا اونا ما رو نمیزنن، همینش خوبه. مجموعی ندارمش. من خودمو میبینم میترسم الان داداش. رس بونفایر ریکاورش میگه کنار آتیشه استراحت کن تا خونت برگرده. رست. پایین راست اینه. چی شدی؟ قلاف کردیم. اوه در داری باز میکنی دیگه. صدای چیه؟ ببخشید get away. فرار کن. داداش من کجا فرار کنم الان؟ ای بابا تو قفله. اینم که باز نمیشه. من جرئت نمیکنم نگاش کنم. چه گونه مونده بود. یا آتیش روشن میکنیم. خونه اون پر میشه. بله. Get your shield. دفاع. از کجا شیلد بگیریم؟ از اینجا. یکی داره تیر جمعونی میزنه به ما. نامر خب اینو چطوری بگیریم الان؟ ای بابا خب بیا اینجا چیه؟ چنجینگ کن. این ای و بیش فرق داره. خیلی داستانه. خب الان سپر مگه نگرفتیم ما الان؟ چی بود اونجا برداشتیم؟ هده یوز آیتم نمیشه. قابل استفاده نیست یعنی. اون بی معرفت رحم نمیکنه که اون فرار میکنی ها. لانگسفورد الان چیه؟ اینجا یه چیزی بود.
نهاشش. پس چرا نمیتونم استفاده کنم؟ چنج order. این آمرد توی منو میزنی ها. اون انرژیمون هم تموم میشه دیگه، نمیتونیم بزنیمش گویا. ای بابا نمیمیرم. داداش 2 دقیقه اون تیر کمونی تو نکش، با تو رو بکشیم تموم شی بره پی کاره. بریخت. و بالاخره اینم بریم تا اینجا. هلو ای رول، این که همینه میدونستم. حالا اینجا رو میشه خراب کرد؟ نه بابا این کار این نیست. اون گنده بکه صداش داره میاد. غلط کرد. ببند در ببند. بذار بریم بالا. چی بودی؟ تو انداختی اونو ها؟ های خاک بر سرم. بازم افتادیم پایین. بیا پایین تا. مردیم. خب دوستان اینم از گیم پلی بازی دارک سولز. امیدوارم که دوست داشته باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.